مجاریا گرنگه هشتا پرزگری که آلوزی ماین نهاتین چارا سرکرن یا اوروب تایبت دی نشان ده که نیتا بغدایل برانبری هرمی چیب تایبتی جبوی پروژه سا بودجه سال 2021 زلتر همه سرفو مجارا و چار نویسا پیوندیاد نف بین حولی رو بغداد همه پراستین تایبتی چارا سرکرنا پرزگری که و برای اسکاوا داشتلی شروعکار سیاسی ج امریکا وید گل مدابه برای اسکاوا داشتبلی افدامی باش طیبتش از بحث چهار سرکنا پرزگری کاب کم جالی بغداد و گلک دم ها تکشتن دیتنا هوا السر نه چهار سرکنه طیبتش جالی بغداد و چیه نیتا بغداد برانبری هریمی چیه جبوی افرو کو پیش روزه دراستی ده اگر مروف برای قدرت روشه بغداد آلوزیه که مزن هست که گلک زحمت مروف بیجید که به چه شکلی که چهار سر بالبرهنده که عالیه چهار سر کردن نخویایه وری حکومت که سروک وزیریا رئیس کاظمی که دستالاتی که وسط چنیه خواه بنده حلب جاردن بتکرن کاظمی خواه پشتیبانی که مزن دنا پارلمان دستنیه گروپ دیگه فراکسیون شیعه هنه و داره نها همی بر حل بجارت نکردن مزایده که سیاسی و باندورا در ویجی هیا او همی و تشتی نشان دادن که زحمت حلوسته که یک گرتی ده پاش روژک نزدیک دا لهمبری بتایبتی لهیامت بهد دا لهمبری حریم کردستان ام ببینن بر هنده از چاوری ناکم که در انجام که ارینی در کویت لایکم به و شرط و مجید کنه ها هی یعنی ام پرونی اگر بحث بکین پروژه سا بودجه 21 که نبتنش بوی 21 بلکش بوی 4 سال بیده چونکه هل بجارتنین پیش وقت نوا عراق دا چاوریتن بگمان پسند کردن پروژه سا 2021 که گرینگه و ده باندورا خوب 4 سال هبید بروی اندیجی گله کشید مایی که نچاره سر کرینه اشتا و آلیه چی آنه یک گرتینه یک دست مینه و وکو دیهار جی لداخویانیت شانده کردی را جی دیارن که رازی کرنه وان همیا کاره که هستان نابد هم زانه که باندورا در کی جی لسر وان آلیه سیاسی نشیعه هنک بو هنده که اگر سازیانک جی هبتن بوی آوایی بی که زیدتر گجاره حریم کردستان بغداد و بدن گریدان بو هنده که زیدتر دبار سیاسی و جی بشین دخوازت خواهی سیاسی ده حریم کردستان له حریم ابن جی بجی کرن بر هنده از زحمت بینم روش آبوریا عراق خواجی هرچند اگه بود پروژه یاسای جی به پسند کردن که گلو دشن و تجی کن اگه بالینی یک جی به دان دشن و جی بجی کن او خواجی بسیاره که هم بینن هن نهادا که ماسیا بودجه هیا و به هنده که کرد بشداری پارلمان بنهاتن یاسای در باز کردن بو هنده که دیناور بگیرن و ده 4 سال بهوری دجی از باور ناکم حزب ناکم لبرچاو گرفتن هنده که اوپک رینا در عراق زده نفته بفروشه و هر وسا ترچاوه دیگ نیت دهات عراق جی گله که محدودن یعنی دیاری کرینه و هر کشید سیاسی جدناف عراق دا زیده تر دبن زور بزرگ روش بروژه حال بجارتن هیچ معلوم نیه که دیار نیه که بکردن همی وانه پاشا روژه که گلگ زلال نادد برچاوی مروب که پروژه باجه بیت پسند کرن و اگه هات پسند کرن جی بیت بجی کرن یا دراوی حریم کردستان بیت هنارد گشتی تایبتی جلوه دماداویه داشت بوی چهار سرکرنا پرزگری کن حریم البرانبری بغداد گلک نرمی نشانده اف نرمیا کرد نشاندن بغداد به هیزیک دیار باش عالی سیاسی و یان جی پابند بونه که تمام پیاسا و دستور و از باور کم که حریم کردستان ایدی وکو بیجی تیرا خوید آخری داوید بو هنده که بدست دیار کرن که هم خوازن پارچه که کاریگر بن لعراقی لی اوی تجربه براستی آلین عراقی شیعی و شکست به هات چون که وان نخواست و بشداریا دلخوازی یا کرده که حبو براستی مفایجی ور بگرن او عراقات بوست آوا کرن لسر بنا خیاه هاو وشدیه هاو پاربونی و گل هاو سازیانی لحو کرنه لی اوان او
چند او بنما رو نبرن تکش کاندن خو بتنی چون پارلمان بریار جدا بتنی بسری خو پسند کردن و حریم کردستان جی از باور منها پیدا ایدر دویا جویز دتر وکاری نکرد چون که چه انجام گوی نابد ام دبینن که آلین شیعه درد کردن داخلیانی دادن دراوکی ام ناشینن و حریم کردستان براستی اگر مبستمانه وش که حریم کردستان به تمامی قواره حریم کردستان بداوی بیت و چهار نویسا حریم کردستان ندیار بید دبی خلکی کردستان خواه بنیارید ببینید که روشا عراق خواه چهانه خواه به چند سال بهری داجی با 4 سال امان بردوام بجا حریم نهنارد روشا عراق نهاد گوهاریم نها پیدا جی اگر حمید خواست که او بیجن حریم کردستان جی بجی کرد حمید دهاتت خوب بددوان حمید نفتی بفروشه بده دستیوان دهات سنوری بددوان دیسا جی نسنید عراق مشکلات عراق چهار سر نابن حریم کردستان جی مشکلات بد آبوری گرفت که چهار سر نابن با آوای سیاسی و جی دکه و مترسیه که مزون و از باورسی هم جبنی زیادتر اگه حریم کردستان سستیه بکرد هم بر بغداد شاشیه که استراتژیه چون که حریم گلی کرد سنه جبو بودجه خبات نکریه وقت خواه که گلی کسا بون هم زانن معاشی هبون بودجهی هبون خاندکار بون ماموستا بون لی موچه خواه هلان چون چیا چک را کریم بونده که ناسنما کردی ارادا کردی بدن بخباتی بو بکن و آزادی کرد بگه ما آزادیت خواه سر بنما دستور و یاسا هریم جبوی بدست خستنا شایسته این دارایی بتایبتی جی پشکو هریم جبو جای هر تشت کرد بتایبتی جی دست بردار بون جه دهات نفتی و نه نفتی جی ایدی او جیل برانبری بغدای رازی بونک ایدی نشان دا لی بغدای تشتک نشانه دا برانبر دا شایسته این دارایی این هریم ده چه بن پشتی چونا کازمی جبوی ترکیه و جوین انگل اردوغان ده چارنویز دیاربه یا جیهش داده نرونی مینه از باور کم هیچ میدان ما ابو هندی کو هندک دیگو تو بیش بینه کردن دور نیه لاف کردن یک جار یک دیجی حبت از باور کم کو حریم کردستان جی دیگه ال سروی بردوام بد بود رادست کردن 250,000 برمیل نفت روزی و ورگرتنا هندک بودجه جه عراقی لی از قلب نیمه کو به تمامی دهات خوی نفتی تسلیم کرد و دهات دی تسلیم کرد که اول مشکلی چهار سر نکرد چون عراق خود در که آبوری خراب ده نشد خوشبی روشی روزگار بکرد لیکن در 5 سال آینده ده حتی که زیادتر نفتی در نیت حتی که نکاری گازه بفروشید که اول جی پروسه که بزوینای جی بجی کردن 5-6 سال 7 سال رنگ بکشید که دزانید که پشتی چند 5-6 سال دی بازارا نفتی آنگه وسانه مینید برهنده حریم کردستان اگر بشه دیستان به هوایی که پوناخی دیگر بغداد بسازید به او هوای بره بودجه هندک بودجه بستنی تشتکی باشه لی از نابینم که چارسری که بنگایی هبید اوانجی از زیادتر وکو جواش سیاسی دی بینم که از فکر هزار دکم رولا ایران جی رولا کی اساسی که دلایید بو هندی که زخته بخسته حریم کردستان زیادتر حریم کردستانی کنترل بده جواد توازیران بریار افروکر و نشتنوانی تایبت هبه جبوی تایبت پجراندنا پروژه آسا بو جا 21 چل پیشیا کرده اب تایبت جی او مطرسین هین بریا پجراندنی جبوی کو زویترین دم ریکفتنه که زلالت نیف بین هولیر و بغداد ده هبه تایبت جی پشتی وگرا کازمی جی ترکیه البته گوتو بجد نوبین کاظمی و انقره ام نزانن که چه هبویه چه گوتنه چون که ام نزانن بشکل آبوری حریم هنرده کرنا نفته و نفتی بوریه حریم کردستان امریکا ترکی را در باز بید البته انجام آوان گوتو بجد رنگ ودان هبد لسر گوتو بجد بین بغداد و حولیری جی لی تنی بجارد بلدسته حریم کردستان هر اوایه گوتو بیجان بردوام بکرد ده همان دمیده جی خواه برهف بکرد بو بجارا نخوش که اوه که عراق رد بکرد چه بودجه که چه پاره که بو حریم کردستان بهنی رید بزویی ویدمی حریم کردستان از باورم دبیا پشگیریدت و داهات و امکاناتت کد بردسته بخواد هایی به چنده جی خوارک بخید پروژه چاکسازی برفرهتر بکرد بلدتر بکرد و ببینده بشیتن موچه خورد خدا بین بکتن با هنده که پتر
نچار نبید خواه بده دست بغدای و چاره نویسه که سیاسی ندیار صدای که طایبتی جی هولن جبوی عراق بناف هفگرتی هنه داوی هول جی دی ام بحث امریکا بکیم طایبتی جی دستی وردان لطن نوا نافچه دا طایبتی جی نوا عراق دا پشتی 2003 که داوی هول یا عراق هفگرتی سردما دونالد ترامپ ایدی دمایب داوید با سالاداتی دی اداره کنو به سرکرداتی جو بایدنی هبل سردما جو بایدن و سالم بیت عراق بناف هفگرتی همان سیاست دی هبیان جی گورانکاری که جبوی پروژه که اقلیمی دی هبت نوا هرمی دا طایبتی جبوی عراقی اگر ها تو اف هولا بسر نکتن مبست سیاست امریکا لهمبر عراق زلال از باور ناکم با اولی که اساسی یعنی بنگهی گوهرینه که مزن به سر دابید امریکا لعراق زحمت که اضاف کشاند خین ریسیه دراوه که اضاف طرف کریه که ولاته که سر بخواه دموکرات ریکوپیک در که به هولی و بشدار به جواکا ناونتوایی دا لیم خوابن وکو دیار امریکی هم ریوبریا دانالد ترامپ زانت هو هم یا بایدن جی تدگهد که عراق نبویه اولاد ایران شیعه با اولی که برفره باندورا خواهد دا برفره بکرد و روش بروژه جی زیده تر بکرد اگر او شکره بردوام بید بلبر چاوگزنا آلوزیت آبوریت عراق کبراسین ها روش بروژه کورتر دبن و هر وسا به حزبونا گروپ جربجرت ملیشایی لوی داره و نهاجی نزلالیه لهمبری چارنویست سیاسی عراق کای حال بجاردن دبین کرین نه دورنی عراق لانجام کشه آبوری دا سالا به کویت ناف خوپشاندانان و بگره نهایتوی دون دوتیجی زیاده تر و ولاد برای آلوزی زیاده تر بچی دوی دمیدا رنگ تنید بجار اول بتکو هر آلیه که عراق زیاده تر خوب بدن هف رنگ سنی با آلیه که شیعه بشن زیاده تر ایران وان کنترل بکد و حریم کردستان جا اگر بشن اداره یا خوا دوباره آبوری بدد که حتی نوکه باش بو لیتنی اگر نک بشد معاشت مچخورت خواج بدتن رنگ هر امریکا نچارن یعنی مجبور بیتن که وچار چاره نویسا سه حریم سر بخواه یه ناف عراق دا وکو بجارده هری باش ببیند لوی باشتر که عراق بگشتی بکویتا چاره نویسا که نزلا و تندو تیجیک کل دست همی آلیه که درچد بحث هولی رو بغداد زرترم کن یعنی وقتی گوتن گلک جاره هم ترکیه هم جی ایران دستی وردانه حتی دانستان دنیت نف بین هولی رو بغداد لاز بحثا امریکا ابکم دورتر حتی چرا ده یعنی رنگ ودان هی سر وی سیاست هی اوانو که دانستان دنیت نف بره هولی رو بغداد او ده حتی چرا ده کاره هر دو آلیان پیگ بینه دیرج ولاتین هرمی بتایبتی جی ترکیه و ایرانه و برجامدین واین تایبت امریکا از باور کم نهاجی هم دخازت و هم جی دخبتت که حریم کردستان و بغداد لحب کردن بینوان هبت چون که بردوام امریکا نبشارتیت خازت که حریم کردستان که بهز جناب عراقی بهز دابت لسر وی باوری جی که برای که حریم کردستان که بهز دکارن عراق جی بیت کنترل کردن نکوت بن باندورا عالی درکی به تایبتی دوی بینی دا باندورا ایرانه لیم خوابن مروف نابینید که هنگاوت مجد حل گرفته بنوان چون که هم دبینن که عراق نها کتیه دسته هنده گروپ شیعی دا لپارلمانی کم دبن بریاره که ددن مدید که بریار کم بون به هندی که سنی باشدار بن کرد باشدار بن بریاره در کرن سربازید امریکا جی عراقی دان یا لحظ کم بون سبیدزیه که بریار دان به هندی که کرد باشدار بن پروژه یا تا کورتینان ابوجه پسند کردن یعنی شرط و مرجع که وسادا امریکا جی نها گوتنه که زیاده نمایل سر عرضه بکرد از باورم محاولت کرد که باندور هبت باندور سیاسی دیگل کاظمی دیگل حکومتاوی لیل سر عرضه هم دبینن روش بروش هندک جارا گواشتر امریکا جی مشکل گرنن بالوسخانه امریکا کشت جبو امریکا نفاس کرن برای هنده وکو سیاست امریکا تخاذت که حریم کردستان و بغداد هم نزدیک بن و بو هندی محاوله که جار زور دکت و حتی از بار کم نقطه آخری جی دیوه حوله خو بردوام کرد بو هندی که حریم کردستان وکو پارت بشه که به جناب عراق دا ببینید و اوج ببید اگر که او بشین عراق جی زویرکی و کنترل بکن ری خوش بیتن عراق و گرد ناب جواکا ناب نتوی حتی هندی که بکوید
جر باندورا صدیقات یا ایران و لدجی امریکا بیت سکناندن. شروعکار سیاسی کاوا دشتابلی پریاسکایپ اینجا امریکا دیال مدابون زور سپاس بوده. بمینید خیر. هر بجی.